سلام دوستان، به درس دیگری از سلسله درس‌های آموزش زبان انگلیسی از طریق ویدیو خوش آمدید. امروز ما درباره طرز افاده آوازها یا صداهای ش و چ در زبان انگلیسی صحبت میکنیم. این دو صدا اگرچه در زبان انگلیسی وجود دارند اما با حرفی مخصوص به صورت الوهیده افاده نمیشن. صدای ش در زبان انگلیسی با حرفی مخصوص همان گونه که گفتیم افاده نمیشد، بلکه با دو حرف S و H افاده میشد، یعنی SH. صدا یا آوای ش در آوانگاری زبان انگلیسی به چنین شکل افاده میشد. این در آوانگاری یعنی در ترانسکریپشن. و حالا مثال ها را در جدول زیر میبینیم که در این جدول در ستون اول نوشتی کلمه، در ستون دوم آوانگاری و تلفظ کلمه و در ستون سوم ترجمه یا معنای کلمه ها آورده شده است. و کلمه اول رو میبینیم که شاپ است و اینجا هم تلفظش هست که با آوانگاری یا ترانسکریپشن زبان انگلیسی افاده شده. این ش هست، این آی کوتاه است و این هم پ است، همش میشود شاپ. این آوانگاریش به حروف سیریلیک است و معنایش میشود دکان یا فروشگاه. یا کلمه دیگر رو میبینیم که شات است، شات، که این آوانگاریش به زبان انگلیسی است. این آوای ش و این هم آی دراز و این هم ت و این هم تلفظش با حروف سیریلیک شات و این هم چی؟ معنایش است که کوتاه میشد. یا کلمه دیگر که اینجا ما داریم FISH و تلفظش میشود چی؟ فیش، که F ای کوتاه و علامت آوانگاری ش است و این تلفظش با حروف سیریلیک فیش میشود و معنایش چی میشود؟ ماهی. خوب، این بود درباره تلفظ آوای ش در زبان انگلیسی. صدای چ در زبان انگلیسی با حرف مخصوص افاده نمیشد، بلکه با دو حرف C و H افاده میشد، یعنی CH. صدای آوای چ در آوانگاری زبان انگلیسی به چنین شکل افاده میشد. ببینید ت و ش هست، این صدای ت و این هم صدای ش را افاده میکنند. و مثال ها رو در جدول پایان میبینیم که اینجا هم باز نوشت طرز تلفظ کلمه ها و ترجمه کلمه ها آورده شده است. کلمه اولمون چی است؟ چیپ. چیپ، این ببینید با طرز نوشتش است و این طرز تلفظش است که تی و ش اینجا که آمده، دو علامت ت و ش که آمده، هر دوش آوای چ را افاده کرده است و این هم علامت ای دراز است که چیپ، چی، ای است و این هم تلفظش با حروف سیریلیک نشان داده ایم که میشه چیپ و معنایش میشه چی؟ ارزان. یا کلمه دیگر رو داریم با صدا یا آواز چ که کچ است، کچ، کچ، که معنای اینجا تلفظش رو آورده ایم که این ا و این هم ت و ش که هر دوش چه میشد و تلفظش چی میشد؟ کچ. و کلمه دیگر رو داریم اینجا نوشتهش آورده شده، تلفظش میشد بوچه، بوچه. ببینید اینجا تلفظش آورده شده است، زده در هجای اولش افتاده است، بوچه نمیگوییم، بوچه میگوییم، که ت و ش این هر دوشون چی رو افاده کردن؟ چ رو افاده کردن و این آواز او است، بو، و این هم آ، بوچه و معنایش میشود قصاب. خب بازم تاکید میکنم که تلفظ من خیلی انگلیسی عالی نیست. من هدفم این است که شما را یاد بدیم و آهسته آهسته به تدریج شما تلفظ اصیل انگلیسی را یاد بگیرید. برایتان موفقیت میخواهم و در پناه خداوند باشید.